السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزای دل، امیدوارم همگیتون تنسیت و خانواباد باشین. عزیزای دل، نظر شما در چیست؟ یک مسئله را میخواستم با شما مطرح بکنم. آیا یک انسان قادر به چی شده میتواند؟ نگاه کنین، اگر مقصد زندگی ما دیگرگونی جامعه باشه، دیگرگونی عزیزای خود باشه، یک انسان میتونه با کلی یک وضعیتی خیلی بزرگ عوض بکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که نیتی از صدق بده یک آدم به مثل همون قصه شیرین و فرهاد در یک کوه بزرگ سوراخی را هویدا میکرم. برای همین عزیزا، وقتی که مقصد از یک کار کرده خود شما خیر اگر پیشه بکنین و زور بزنین که در این کار کردگیتان موفق بشین، شما یک اساس خوب را بعد از مرگ در دنیا باقی بمونین. اساسگذاری کمپانی اپل استیو جابز یک شعار خیلی خوب داره. میگه هر سحر که من میخیزم، میگه در آینه خود من نگاه میکنم، میگم اگر امروز روز آخر زندگی ما باشه، من چی یک کاری را به سامان باید برسانم، چی کارهای برای من مهمتر از کارهای معمولی باید باشه و اون کارا را طول روز خاتمه میبخشم. و ما و شما که امروز، من شخصا خود من میگم که ساعتها را به فایده میگذرانم، این آیا میتواند این ساعتها را با کار خیر اگر من صرف بکنم؟ زندگی یک انسانایی را که نیاز به نصیحت، مشورت، کمک ما دارند عوض بکنم. عزیزای دل، من امید دارم که اگر چنین فکر در نظر ما باشه، خدا ما را موفق میکنه و شما را موفق میکنه. امیدوارم که همگیتون و من خودم شخصا نیت از برآمدها، دعوتی دیگرگونی و سطح بالای فهمیش یکدیگر ما و شما باشه. خداوند در هر کار خیری که شما میکنین موفقتون بگردانه. و آخر دعوا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.